قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سمیع بصیر. بیگمان خداوند گفته زنی را که در مورد شوهر خود با تو بحث می کرد و با خداوند شکوه می نمود شنید و خداوند گفتگوی هر دوی شما را می شنید. بیگمان خداوند شنوا و بیناست. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. آنانی از شما که با زنان خیش زهار می کنند، یعنی زن خود را مادر خیش می خوانند، در واقع ایشان مادرانشان نیستند. مادران ایشان نیستند مگر زنانی که ایشان را زاییدند و بیگمان ایشان سخن ناشایسته و دروغ می گویند و حقا که خداوند بخشایشگر و آمرزگار است. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبیر. کسانی که زنانشان را زهار می کنند و سپس از آنچه گفته‌اند برمیگردند، مکلفند پیش از آن که با هم بستر شوند برده را آزاد سازند. با این حکم کفاره به شما اندرز داده می شود و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. پس کسی که برده را نیافت قبل از تماس زن و شوهر با یکدیگر لازم است 2 ماه مسلسل روزه بگیرد. کسی که روزه مسلسل هم نتواند بر وی لازم است تا 60 مسکین را طعام بدهد. این حکم برای آن است تا به خداوند و پیامبر او ایمان آورید و این حدود خداست و برای منکران عذاب دردناک است. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. بیگمان آنانی که با خدا و پیامبر او دشمنی می کنند ذلیل کرده می شوند طوری که پیشینیانشان ذلیل کرده شده بودند. حقا که ما آیات روشن را نازل کردیم و برای کافران عذاب ذلتبار است. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهید. روزی که خداوند همه ایشان را برمی‌انگیزد پس ایشان را از اعمالی که انجام داده بودند آگاه می سازد. خداوند شمار آن را گرفته است و ایشان آن را فراموش کرده اند و خدا بر همه چیز گواه است. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا
الأكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آیا ندیدی که خداوند آنچه را در آسمان ها و در زمین است می‌داند؟ هیچ رازی میان 3 نفر نیست مگر اینکه او 4م ایشان است و نه در میان 5 کس مگر اینکه او 6م ایشان است و نه کمتر از آن و نه بیشتر مگر اینکه او همراهشان است در هر جایی که باشند. سپس در روز قیامت ایشان را به آنچه کرده اند آگاه می سازد. حقا که خداوند به هر چیز داناست. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. آیا ندیدی کسانی را که از سرگوشی با هم منع شده بودند سپس به کاری که از آن منع شده بودند باز متوسل می شوند و با یکدیگر به گناه و تعدی و نافرمانی پیامبر سرگوشی می کنند و چون نزد تو می آیند تو را تهنیت می گویند که خدا تو را با آن تهنیت نگفته است و با خود می گویند چرا خداوند ما را به آنچه می گوییم عذاب نمی کند. برای ایشان دوزخ بسنده است که به آن داخل می شوند. پس چی بد جایگاهی است دوزخ. یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ای مؤمنان چون با هم سرگوشی می کنید با گناه و تعدی و نافرمانی پیامبر سرگوشی نکنید بلکه به نیکی و پرهیزگاری با هم سرگوشی کنید و از خداوندی که به حضور او حشر می شوید بترسید. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حقا که سرگوشی از شیطان است تا مسلمانان را اندوهگین سازد حالان که به ایشان هیچ ضرری عاید کردن نمیتواند مگر به اجازه خدا. پس باید مؤمنان تنها بر خداوند توکل نمایند. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ای مسلمانان چون به شما گفته شود که در مجالس جا باز کنید پس جا باز کنید تا خدا برای شما گشایش دهد و چون گفته می شود برخیزید پس برخیزید. خداوند درجات کسانی از شما را که ایمان آوردند و آنانی را که علم داده شده اند بالا می برد و خداوند به آنچه می کنید آگاه است. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم. ای مؤمنان وقتی که می خواهید با پیامبر به مشوره بپردازید پیش از مشوره خیش خیراتی بدهید. این کار به شما بهتر و پاکیزه تر است.
اما اگر توان خیرات را نداشتید پس خداوند آمرزنده و مهربان است. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. آیا از فقر ترسیدید که پیش از مشوره خیش با پیامبر صدقه بپردازید؟ اما حالا که این کار را نکردید و خداوند از فروگذاشت شما درگذشت، پس نماز را با کمال و تمام برپا دارید و زکات بدهید. خداوند و پیامبر او را فرمان ببرید و خداوند به آنچه میکنید با خبر است. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. آیا ندیدی کسانی را که با قومی دوستی کردند که خداوند بر ایشان خشم کرده است؟ ایشان نه از تو و نه از آنهایند و به دروغ سوگند میخورند در حالی که خودشان میدانند. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. خداوند برای ایشان عذاب شدید آماده ساخته است، زیرا آنچه ایشان انجام میدهند واقعا برایشان بد است. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. سوگندهایشان را سپری بر روی اعمال بدشان قرار دادند و بدین گونه مردم را از راه خدا باز داشتند و بنابراین برای ایشان مجازاتی است رسوا کننده. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هرگز مالها و فرزندانشان هیچ عذاب خدا را از ایشان دفع نمی کند. ایشان اهل آتشند، در آنجا همیشه به سر می برند. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. روزی که خدا همه ایشان را برمی انگیزد آنگاه با او سوگند می خورند چنان که حالا با شما سوگند می خورند و چنین میپندارند که بر چیزی هستند، یعنی کاری خوبی انجام داده اند، ولی بدانید که آنها واقعا دروغگویند. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شیطان بر ایشان غلبه کرده است و ذکر خداوند را فراموششان گردانیده است. ایشان حزب شیطانند. بدانید که حزب شیطان همانها اند زیانکار. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. واقعا آنانی که با خداوند و پیامبر او ستیزه می کنند هم ایشانند در جمله ذلیل‌ترین آفریده ها. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. خداوند مقرر داشته است که به یقین من و پیامبرانم پیروز می شویم. حقا که خداوند توانا و صاحب قدرت منی است. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم
أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. چنین مردمی را نمیابی که از یک سو به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشند و از سوی دیگر با کسانی که به خداوند و پیامبرش سر ستیز دارند دوستی کنند، اگرچه این ستیزکاران پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خویشاوندانشان باشند. اینهایند که خداوند در دلهایشان ایمان را جایگزین ساخته و ایشان را با روح از نزد خودش تقویت بخشیده است و آنها را به باغ‌های داخل می کند که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد، در آن جاودانه به سر می برند. خداوند از ایشان خوشنود شده و آنها نیز از خدا خوشنودند. ایشان حزب خدا اند. بدانید که مسلماً حزب خدا هم ایشانند رستگار. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. خدای را همه چیزهایی که در آسمان ها اند و در زمین به پاکی یاد می کنند. اوست صاحب قدرت منعی و صاحب حکمت. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اوست که کافران اهل کتاب را برای نخستین حشر یعنی اجتماع از خانه هایشان بیرون آورد. گمان نمی کردید که برایند و ایشان نیز گمان برده بودند که حصارهایشان آنها را از عذاب خداوند نگه می دارد. اما عذاب خداوند از جایی که توقع نمی بردند و ایشان آمد و در دلهایشان دهشت افکند، به حدی که خانه هایشان را با دستهای خودشان و با دستهای مسلمانان خراب می کردند. پس ای اهل بصیرت پند بگیرید. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. و اگر چنان نبود که خداوند بر ایشان جلای وطن را مقرر کرده بود، ایشان را یقینا در همین جهان مجازات می کرد و در آخرت برایشان یقینا عذاب آتش است. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شدید العقاب. این مجازات به سببی است که ایشان با خدا و پیامبر او مخالفت کردند و هر کی با خدا مخالفت کند بیگمان خداوند سخت مجازات کننده است. ما قطعتم من لینة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ای مسلمانان،
آنچه از درخت نازک خرما را پی کردید یا آن را ایستاده به حال خود آن گذاشتید بر اساس اجازه خداوند بود و برای این بود تا فاسقان را رسوا کند. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. چیزی را که خداوند از ایشان یعنی بنی نذیر برای پیامبر خود به غنیمت باز داد، برای دستیابی به آن نه اسبی را تاختید و نه اشتری را، مگر خداوند پیامبران خود را بر هر کی بخواهد مسلط می‌گرداند و خداوند بر همه چیز تواناست. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب. آنچه را خداوند از اهالی قریه ها به پیامبر خود به غنیمت باز داد از آن خدا و پیامبر خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران است تا این سرمایه در میان ثروتمندان شما دست به دست نشود. آنچه را پیامبر برای شما میدهد بگیرید و از آنچه شما را منع میکند منصرف شوید و از خدا بترسید، بیگمان خداوند سخت مجازات کننده است. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. این اموال برای فقیران مهاجرین است که از خانه ها و داراییشان بیرون کرده شدند، در حالی که فضل و رضای خدا را می طلبند و خدا و پیامبر او را یاری می دهند، هم ایشانند راستگو. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. و نیز برای انصار آنانی که پیش از این مهاجران این سرزمین یعنی دارالهجرت و ایمان را برگزیدند، یعنی پیش از مهاجران در مدینه جایگزین شده و به پیام پیامبر ایمان آوردند و هر کی را به سویشان هجرت کند دوست می‌دارند و به چیزی که به ایشان یعنی به مهاجران داده شده دلتنگی احساس نمی‌کنند و با وجود نیازمندی که دارند آنها را بر خود ترجیح می‌دهند. و کسانی که از حرص نفس خیش نجات یافته باشند هم ایشانند رستگار. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
و برای کسانی نیز که بعد از ایشان آمدن میگویند پروردگارا ما را و برادران ما آنهایی را که در ایمان بر ما پیش دستی کردند بیامرز و در دلهای ما نسبت به کسانی که ایمان آوردند کینه را راه مده. پروردگارا واقعا تو رؤوف و مهربان هستی. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. آیا منافقان را ندیدی که به برادران خیش از کافران اهل کتاب میگویند قسم است هرگاه بیرون رانده شوید ما نیز با شما بیرون میشویم و در معامله با شما هیچ کسی را هرگز فرمان نخواهیم برد و اگر با شما جنگی صورت گیرد حتما شما را کمک خواهیم کرد و خداوند گواهی میدهد که ایشان واقعا دروغگویند. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. با یقین اگر بیرون کرده شوند با ایشان بیرون نمی روند. اگر با ایشان جنگ شود هرگز کمکشان نمی کنند و اگر ایشان را کمک هم بکنند حتما پشت به کارزار کرده و باز هرگز دادرس نمی شوند. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. بیگمان ترس شما در دلهای ایشان قوی‌تر از ترس خداست. این سبب است که ایشان قوم نافهم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هرگز با شما یک جایی جنگ کرده نمی توانند جز از داخل آبادی های مستحکم یا از پشت دیوارها. جنگشان در میان خودشان شدید است. ظاهرا ایشان را یک پارچه و همدست می پنداری اما دلهایشان پراگنده است و این به خاطر است که ایشان مردم بیخردند. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. مانند کسانی که کمی پیش از ایشان بودند عاقبت بد کار خود را چشیدند و برای ایشان در آخرت عذاب دردناکی است. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. درست مانند شیطان هنگامی که با انسان گفت کافر شو، چون کافر شد گفت بیگمان من از تو بیزارم، من از خدای پروردگار جهانیان میترسم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمین. پس انجام کار آنها چنین شد که هر دو برای همیشه در آتش دوزخ به سر برند و این است جزای ستمگاران. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون. ای مؤمنان، از خدا بترسید و باید هر کسی بنگرد که برای فردا چی فرستاده است. از خدا بترسید، حقا که خداوند به آنچه می کنید آگاه است. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. و مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز ایشان را به خود فراموشی گرفتار کرد، هم ایشانند بدکاره. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اهل دوزخ و اهل بهشت هرگز با هم مساوی نیستند. اهل بهشت هم ایشانند رستگار. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم، بیگمان آن را از ترس خدا در تضرع و پاره پاره شده می دیدی و این مثال ها را برای مردم می زنیم تا باشد که بیندیشند. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحیم. اوست خداوندی که جز او معبودی نیست، دانای نهان و آشکار، و اوست بخشاینده و مهربان. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اوست خداوندی که جز او معبودی نیست، پادشاه نهایت پاک، سالم از هر عیب، امان دهنده، نگهبان، صاحب قدرت منیع، صاحب عزت و با شکوه، در نهایت بزرگواری، منزه است از آنچه با او شریک می آورند. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. او خدایی است آفریننده، پدید آورنده، نگارنده اشکال و رنگها، صاحب نیکوترین نامها و صفات. آنچه در آسمانها و در زمین است او را به پاکی یاد می کنند و هم او صاحب قدرت منی و با حکمت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت باره. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا